بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جا نبود مرده چرا خاموش است. آداب سخن این نشانه عقل و ذکاوت و تربیت نیک در هر یک عائله می باشد. و شما درود و سلام میگوییم بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. منظور شماست نشر نوبتی برنامه مسیر تربیت و موضوعی که امروز ما در برنامه پیگیری کردیم این آداب سخن و تشکل خوشگفتاری در بین کودکان و نورسان می باشد. و امروز به سوالهای ما در برنامه پاسخ میگویند آموزگار فاکولته پسیخولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی، روانشناس زرینه رستم و خوش آمدید. خوش باشید. امروز ها مسئله آداب سخنوری و یا فرهنگ سخن کردن و یا سخن گفتن در بین نسل نورس و جوان یک موضوع بسیار هم مهم است و افسوس که بعضی کمبودی ها نیز در این سمت دیده می شوند و باعث نگرانی هم هست. با اندیشه شما تا کدام اندازه آداب سخن کردن در تشکل شخصیت کودکان و نورسان سهم دارد؟ آداب سخن، نطق، معاشرت خوب این یکی از رکن‌های تشکل شخصیت انسان می باشد. در حقیقت امروز در رفتار، گفتار نیک یعنی که ما یک بحرانی اخلاقی را گویم که اثر گذرانده سادم گویم هم می شود. این زیر تاثیر عامل‌های گوناگون است که چون که با شخصیت ما به چی نگاه کرده بها میدهند، با رفتار ما نگاه کرده بها میدهند، با سخنی یعنی که با گفتار ما نگاه کرده را. حالا از زمان اوستای بزرگ گفتن که یعنی که رفتار نیک، گفتار نیک، پندار نیک، که یعنی که این سه جنبه هست که تشکل انسان رو یعنی که حاصل میکنن. در اینجا سخن خوب یا که خوش معاشرتی یعنی که چگونه کدام خصلت‌های انسانی در انسان تشکل یافته است اون را نشان میدهد. این نیز سرچشمه میگیرد از دوره کودکی ما چگونه نمونه عبرت را میگیریم همون گونه در ما آداب و معاشرت و سخنوری در دوام حیات تشکل مییابد. یعنی که زمینه پایدار چگونه گذاشته میشود اون در حیات من بعد در دوره های من بعد سن سالی یعنی که همون گونه تشکل مییابد و ظاهر میشود. آداب سخن در جامعه یعنی که با انسان‌های گوناگون معاشرت پیدا کردند، موقع معین را یعنی که اشغال کردند یا که در جوده یگان ساحه علم یک موفقیت‌های گوناگون را به دست آوردن و یعنی که به ما کمک می‌رساند. اگر که ما در کودکان یا که در نورسان همین قسمت شخصیت را تشکل ندهیم یعنی که ما علاقه شخصیت همه طرفه تشکل یافته را تربیت کرده نمیتوانیم. متاسفانه امروز بعضی از نورسان و جوانان ما با دغل گفتن و سخن بد گفتن عادت کردند. یعنی به عادت هر روزه آنها این تبدیل یافته است. شاید نمیتوانند دیگر کاری را یا سخنی را با عبارت خوب با دوستشان با نزدیکشان بگویند. سبب پیدا شوی این عادت بد رو شما در چی میبینید؟ در تاثیر محیط میبینم، چون که از همه زیاد عاملی که با انسان تاثیر میذارد این محیط است. محیط همسالان، محیط عائله، محیط مکتب یعنی که محیط تعلیمی، چون که ما نیز در بین دانشجویان نیز در دانشگاه همین گونه سخنان را وقتی میشنویم بعد با آنها سوال میکنیم که یعنی که برای چی با یکدیگر با این گونه سخنها مراجعت میکنیم؟ همیشه جواب آنها یکتا ما عادت کردیم. ما عادت یعنی که عادت اونها از کجا پیدا شد؟ از کودکی پیدا شد، در دوره نورسی پیدا شد. یعنی که در کودکی آنها درست معنای سخن رو صرفم نرفتن، از خفای کلانسالان تکرار کردن، کلانسالان آنها رو اصلاح نکردن. در دوره نورسی چه آنها خواستن که در گروه همسالان موقع معین را اشغال کنند، به همین خاطر از خفای سروران همون گروه ها آنها نیز همچون سرور شدند و آنها یعنی که تکیه کردن و آنها در همین دوره نیز تقلید کاری کردن، همون گونه سخنان رو استفاده بردن و گفتن که این گونه رفتار، این گونه گفتار موافق معیارهای جامعه هسته، چون که این یگان نفر با آنها چگونه همین سخن رو درست تلفظ کردن رو نگفت. چون که وقتی که ما یگان سخن رو میشنویم سخن قبیح باشد ما اون رو اصلاح نمیکنیم، برعکس تنبیه میکنیم.
مثلا کودک یگان سخن را گفت کلانسالانی هستند که میخندن یا گروهی کلانسال یا گروهی کلانسال کودک را برعکس تنبیه میکنن با برعکس نسبت کودک سخنهای قبیح زیاد را استفاده میبرند. عذر زیاد بعضی از والدین وقتی که فرزند خوردشون یگان سخن بد میگوید باز پدر و مادر میگه که فلانی چنین بگویی، یعنی تکرار کن. بله، یعنی که برای آنها این همچون یک لفظ کودکی شیرین و برای آنها یک خوشحالی است. لیکن این برای کودک تاثیر است که یعنی که کودک فکر میکنه من این سخن رو گفته استادم با پدرم خوش آمده استاده است، با مادرم خوش آمده استاده است، من همین سخن رو گفتنم لازم بود است، استفاده بردنم لازم بود است. علاقه یعنی که وقتی کودک رو تعریف میکنن، حتی بعضی پدران هستن که مبلغ هم میتن رو یگان شیرینی برای خودت بخر، این برای کودک یک روحیه دیگری میبخشه. کودک زیادتر همین گونه سخنان را استفاده بردن فکر میکند که این کاری خوب است. بله، این کاری خوب است. مثلا که در دوره نورسی مثلا ما میبینیم که نورسان ما امروز یک شکل سخنوری به خودشون خاص دارن که این زیر تاثیر شبکه‌های اجتماعی است، فرهنگ‌های بیگانه است که بعد وقتی که والدان میشنون برعکس که نمیپرسن که این چی معنی دارد این سخن، آنها نیز با سخن‌های قبیح آنها را جنگ میکنند. نورسان چگونه که با آنها ضدیت نشان دادیم، آنها زیادتر با ما ضدیت نشان دادند. در نتیجه آداب سخن را ما نه در کودکان نه در نورسان تربیت کرده نمیتوانیم. یعنی که ما میتوانیم وقتی که کودک همون سخن را گفت با کودک سوال میکنیم این چی معنی دارد، تو میدانی؟ نه، نمیدونه. با کودک فهموندن لازم. تو چی گفتن میخواستی؟ کودک من این گونه تو به جای این سخن میتوانی من این سخن را استفاده بری. علاقه تصورات کودک اوید سخن یا که تصورات علاقه نورس اوید سخن دیگر میشود که این میتواند یک راهی اصول تربیت درست آداب سخن و مدنیت سخنگویی در کودک و نورسان شود. با اندیشه شما بزرگترین خطاگی که امروز از جانب والدان صورت میگیرد و باعث بدگفتار شدن فرزندان میگردد چی است؟ یکم نمونه عبرتی ندارست. خود والدان در عائله، در کوچه یا که در دیگر جای وقتی همراه فرزند هستند همین گونه سخنان را استفاده میبرند. دوم بی‌نظارتی آنها، نادیده گرفتن آنها از کودک خردسال خود، از نورسان خود. کودک والدان شنیدن همین سخنان را لیکن آن را پیشگیری نکردن، نگفتن که این سخن چی معنی دارد و آن را استفاده بردن ممکن نیست. دیگرش امروزها والدان کوشش میکنن فرزندان را از جهت مادی تربیت کنن نه از جهت معنوی. تربیت نه از جهت مادی شود، چون که تربیت از جهت معنوی شود. چگونه که ما در خردسالی اگر کودکان را از جهت مادی تربیت کردیم، آنها نیز در پیرانسالی ما را از جهت مادی نگاه میکنن، از جهت معنوی نه. یعنی که با همراه فرزندان نشسته ما کتاب نمیخوانیم، امروز مجله ها نمیخوانیم یا که برنامه های تلویزیونی تماشا نمیکنیم یا که یگان وضعیت های گوناگون را یعنی که با آنها تحلیل نمیکنیم. مثلا مثال عادی میبیارم، ما با کودک خردسال خود وعده دادیم که امروز من به تو شیرینی میارم، لیکن از خاطرم برآمد. مثلا والدین هستن که گوناگون ریاکسیون جوابی نشان میدن، اما خاطرم برام خیلی که وقتی افتم میبیارم یا که دیگه مثلا اگر میگیم که عذر زیاد من به تو وعده دادم لیکن نتوانستم این وعده خودم را اجرا کرده، کوشش میکنم پگاه یا پگاه دیگر حتما همین خطاگی خودم را اصلاح کنم. علاقه کودک دید که در حالتی که خطا کردن عذر پرسیدن است. یعنی که این وقتی که این رفتار رو ما نسبت کودک میکنیم، کودک هم میبیند وقتی لازمی ده نسبت ما نیست همین گونه ریاکسیون جوابی را نشان میدهد. همین سه خطای کلان والدان امروز است که در فرزندان یعنی که آداب سخن و مدنیت سخن کاسته گردیده است. تشکر زیاد. با فرهنگ سخنوری و آداب سخن در زمان امروزه کدام عامل‌ها باز بیشتر تاثیر منفی میرسونند؟ آیا شبکه‌های اجتماعی نیز میتوانند امروز تاثیرگذار باشند؟ بله، برای چی نه؟ مثلا وقتی که ما با همراهی شما روبرو سخن میکنیم حتما اندیشه میکنیم، سخن‌های قبیح گفتنده یا که یگان سخنی نادرست گفتنده که یعنی که چشم به چشم میافتد میگیم نه که نرنجد از من. وقتی که ما در شبکه‌های اجتماعی صحبت میکنیم ما هم صحبت خود را نمیبینیم.
برای همین همه فکرهایی که سخنهایی که به فکر ما میبیاید زیادتر آنها را استفاده میبریم. با همچنین گروه بلاگرانی هستند که مفهوم ها یک عباره های نادرست را همچون یک به قول خودشان ترند میگویند پخش میکنند که همه از آنها در شبکه‌های اجتماعی وسیع استفاده میبرند. این هم تاثیر میرساند به آداب مدنیت سخنوری. اینجوری باز که مثلا در ما هست شبکه‌های مثلا تلویزیونی وطنی هست، اینجوری خارجی است. که بسیار مورد وقتی که در ویای شبکه‌های خارجی ما می‌بینیم اون برنامه‌هایی که برای ایده دلخوشی‌ها هست ما آنها را می‌بینیم، یعنی که معیار اخلاق و به منتالیته ما آنها درست نمی‌آید. یعنی فرهنگ‌ها. بله فرهنگ‌ها فرقیت و تاثیر فرهنگ‌های بیگانه امروز سبب آن شده است که همچون یک عامل کلان شده است که امروز با نورسان و کودکان ما ما مشاهده میکنیم کودک 2 ساله در دستش تلفن است. آنها چی تماشا میکنن؟ کانتنت هایی که امروز کودکان تماشا میکنن اگر ما ببینیم حتی به 18 ساله هم موافق نمیآید. خیلی در پلتفرم های گوناگون یعنی که اون کانتنت ها اون ویدیو ها گذاشته می شود که اگر ما ببینیم سن کودکان در اونجا گذاشته 6 ساله مثلا 3 ساله همین گونه گذاشته شده، لیکن اگر از جهت پسیخولوژی تحلیل کنیم اونها با این سن سال موافقت نمیکنن. کودکان ما چیکار میکنن؟ همه اونها رو تماشا میکنن، با معاینه سرشون قبول میکنن، تحلیل میکنن و چگونه که میتوانند در مناسبت در حیات خودشان همون چیز را استفاده میبرن، همچون تجربه با خودشان قبول میکنن. والدان برای تربیت نمودن فرزندان خوشگفتار، برای تربیت نمودن آن فرزندانی که در جامعه از زبان آنها کسی آزار نیابد به قوله، از نگاه علم روانشناسی به کدام سمت ها توجه کنند؟ یکم نمونه عبرتی درست، خیلی که در خطاگی ها قید کردیم نمونه عبرتی نادرست، یکم نمونه عبرتی درست بودن، یعنی که خود والدان آداب سخن را رعایت کنند، مدنیت سخنوری داشته باشند. اگر کودک نمونه عبرتی نادرست را نبیند او از دیگر جا میکاود همان تجربه را، او از دیگران قبول میکند استفاده میبرد. دویمش بسیارتر با کودکان با فرزندان خود کتاب خواندن. امروز باعث خوشنودی است که با تشبس‌های پیشوای معظم ملت در تاجیکستان خیلی آزمون‌های گوناگون گذرانده میشه. مثلا آزمون فروغ صبح دانای کتاب است که ما امروز می‌بینیم حتی خوانندگان صنف‌های 1 و 2 هم امروز در آزمون اشتراک میکنه. این خیلی باعث خوشنودی است. در همون فرزندان اگر تحلیل کنیم شوق ذوق آنها را با کتاب کی تربیت کرد؟ والدان تربیت کرد. نه آموزگاران، والدان اول یعنی که پای دیوار را گذاشتن، بعدا آموزگاران آن را تشکل دادن. این شوق ذوق انا همین گونه یعنی که کارها را با فرزندان اجرا کردن، اینچنین رحمت گفتن، مرحمت گفتن، بخشش پرسیدن در وقت لازمه، خطاگی را خود را احساس کردن، همین را کی یاد میدهد؟ والدان یاد میدهد. اگر در والدان خودی همون طور سخنگویی باشد، در فرزندان نیز همین گونه تربیت کردن. مثلا والدان در کوچه رفته استادن و شخصانی که از خودشون کلام سلام دادن، و شخصانی که شناس هستن سلام دادن، السلام علیکم. کودکان چیکار میکنن؟ همه آنها رو مشاهده میکنن، جمع میکنن. بعد روزی که شما با کودک نگفتید سلام میگه، کودک خودش یک نفر کلانسال را دید گفت السلام علیکم. از چیه؟ چون که اون نمونه عبرتی درست را دید. اگر این گونه نمونه عبرت را ندیده باشد، کودکان نیز چنین رفتار را اجرا کرده نمیتونن. این چیز در نورسان نیست هست. نورسان خودشان را همچون کلانسالان احساس میکنن، از همین لحاظ رفتارهای والدان به خیلی جدی آنها نگاه میکنن، اهمیت میدهند. برای همین وقتی که ما والدان خودمون همون کاری نادرست را میکنیم، لیکن با فرزند میگیم که تو نکن، به تو ممکن نیست. و برای چی به تو ممکن نیست؟ برای چی به شما ممکنه؟ برای چی به من ممکن نیست؟ انا وقتی که با فرزند که من میگویم به تو ممکن نیست، با من هم ممکن نیست. من هم همین سخن را باید استفاده نبرم. نقش مکتب و آموزگار در تشکل خوشگفتاری کودکان و نورسان تا کدام اندازه مهم است و باید چگونه صورت بگیرد؟
آموزگاران هستند که ما امروز در جامعه شاگردان موقع معین اشغال کردیم. میگویند که تو قابلیت لیوناردو داوینچی را هم داشته باشی، لیکن تو آموزگار مناسب نداشته باشی که تو را به راه درست هدایت کرده و تو راه نشان داده نتواند، یعنی که اون قابلیتی که تو داری مثل لیوناردو داوینچی فایده ندارد. از همین لحاظ آموزگاران این شخصانی هستند که حیات انسان را به یک جنبه گویم که خوبی هم تغییر میدهند. مثلا بس اینکه در کدام سن سال هستیم ما معلمان اولین خود را فراموش نمیکنیم، چون که به دنیای علم قدم های اولین ما با همراه آنها ماندیم. کودکان صنف ابتدایی تصور میکنن معلمان آنها همه چی را میدانند در این دنیا، چی دانش هست در معلمان آنها هست. برای آنها شخصان ایدئال حسابیده میشن. برای همین طرز سخنگویی، طرز رفتار آموزگاران خود را بسیار وقت تقلید میکنن. ما بسیار وقت به مکتب ها میرویم مشاهده میکنیم هر یک معلمه را صنفش مثل معلمه شده است. برای چه؟ چون که با آموزگارش تقلید میکنه. ایدئال اساسی آموزگار است. ایدئال اساسی وقتی آنها به مکتب رفتن علاقه آموزگار میشود. بعداً علاقه سینی نورسی با گذاشتیم کمتر مناسبت های آموزگار و خواننده با ضدیت های گوناگون گرفتار می شود. برای چی؟ چون که نورسان می خواهند که آزادتر باشند، خود را کلانسا حس میکنن و آموزگاران بسیار وقت این چیز را درک نمیکنن و ضدیت ها پیدا می شود. بعد مشاهده میکنیم کدام آموزگار با نورسان ضدیت ندارد. آموزگاری که مثل آنها با آنها مناسبت میکند. مناسبت چگونه؟ دوستانه مناسبت میکند. یعنی که چارچوبه مناسبت آموزگار و خواننده ویران نمیشود. اینچنین احترام به شخصیت خواننده میگذارد. انمون خواننده رو میبینیم که انمون آموزگار رو میبینیم که خوانندگان چنان دوست میدارن، اعتراف میکنن. کدام وقتی ساعتی که همون آموزگار گفت آماده شوین در همینجا خواننده ها همونجا جمع شده میبینن. از همین لحاظ از مناسبت و خود معاشرت آموزگار بسیار چیز وابستگی داره. یعنی که میبینیم که در جریان درس مثلا خواننده به درس آماده نیست، ما با جایی که شین دو یا که تو بی سواد هستی، تو خونده نمیتونی، به جای این میتونیم که تا من دیگر کس را پرسیدن همین سوال به تو وظیفه، از روی همون متن به همین سوال تو جواب تیار کن. ما دیگر طلبه را پرسیدن رو دوام میدیم. علاقه دیدیم که مناسبت خود همین خواننده با نسبت به آموزگار چه شد؟ دیگر شد. یعنی که در اونجا سخن قبیح نادرست استفاده برده نشد، شخصیت خواننده اعتراف شد. یعنی که ما علاقه گفته میتونیم که محیط مکتب و مناسبت آموزگاران نسبت به خواننده ها میتوانند که یکی از سرچشمه های اساسی تشکل آداب معاشرت در خوانندگان باشد. تشکر زیاد. مهمترین عمل‌هایی که خوشگفتاری را در کودکان به عادت تبدیل می‌دهد چی بوده می‌تواند؟ تجربه خوب اجتماعی، مناسبت‌های گوناگون. یعنی که ما می‌بینیم مشاهده می‌کنیم دو کودک بین خود برای یک بازیچه جنجال کرده است. بازیچه یک تا کودک بعد بسیار کلانسالان یک خطاگی میدن همون جواب وارد میشوند، یا با اینش گرفته میدهن یا با اینش گرفته میدهن. میبینیم که در مابین یکی از کودکان آزرده شد یا یکی را تنبیه میدهن یکی را تنبیه میدهن. کودک چی را احساس میکنه؟ کودکی که تنبیه شنید از دست او و بازیچه را گرفتن او خود را نادرکار حس میکنه، یعنی که ما را دوست نمیدارن. مثلا حتی من یک کودک 6 ساله است، یک کودک 30 ساله است، اکا مثلا گویم که خواهر هستم، میبینیم که هر دوشون برای یک بازیچه خرخشه دارد. ما میگیریم از دست کلانی به خورده میدیم که چون تو خورد است، میگیم با کلانی. همه یک والدان دقتی هم و همه فرزندان شما ما را دوست نمیدارید میگه. یعنی که کودک در همون مورد چی را احساس میکنه؟ یعنی که با اینجا وارد شدن در کار نه، مناسبت کردن رو بین خود آنها یاد بگیرن. یعنی که چگونه همون بازیچه رو تقسیم کردن در کار است که اینش هم گریه نکنه. یک جای بازی میکنیم، ممکن اینش از یک طرف میستد، این از یک طرف میستد، با یک دیگر همون بازیچه رو میپرتاین. چگونه؟ یعنی که خودشون مراقبت کردن رو یاد میگیرن.
дар психология тадқиқотҳои гуногун гузаронда шуда ҳамин чизро исбот карданд ки то мо ба кӯдакон мустақилият намедиҳем, ба онҳо барои ҳосил кардани таҷрибаи иҷтимоӣ имконият намедиҳем, мо кӯдаконро мустақил, кӯдакони сарвар тарбия карда наметавонем. Агар мо ҳама қарорро ба ҷои кӯдакони худамон қабул кунем, он вақт онҳо чӣ гуна ёд мегиранд ки қарор қабул карданро. Агар ё ҳама талаботҳои кӯдаконро мо қонеъ гардонем, онҳо калимаи неро баъд дар оянда чӣ гуна қабул мекунанд. Барои ҳамин муҳит ва таҷрибаи иҷтимоӣ барои кӯдакон аз ҳама устодони хуб ҳастанд ки одоби муоширатро ташаккул додан ва ба онҳо кӯмак мекунанд. Масалан, онҳо як бор барои бозича ҷанг кардан, ду бор ҷанг кардан, сеюм бора онҳо муроса карданро аз худ мекунанд. Онҳо ҳамеша ҳамин гуна намераванд. Онҳо муросо карда, яъне ки ё ки масалан мо мебинем ки кӯдакон бозӣ карда истоданд, як кӯдак ғалтид. Кӯдакон чӣ гуна, яъне ки реаксия нишон медиҳанд. Ӯро мехезонанд, кӯмакш мекунанд ё ки диққат намедиҳанд. Ана ҳаминам яъне ки онҳо сухан қати набошадам дар амал, яъне ки одоби худашонро нишон медиҳанд. Ё ки масалан кӯдак бо волидонаш рафта истодааст, як шахси калонсол аз роҳ мегузарад. Яъне волидон кӯмак мекунанд, кӯдак нигоҳ мекунад. Вақте кӯмак кардан, кӯдак мепурсад барои чӣ шумо аз роҳатон гаштеду ба он кас кӯмак кардед. Мо мегӯем ки ҳа он кас ба кӯмаки мо эҳтиёҷ доштанд, ниёз достанд. Мо бояд калонсолонро эҳтиром кунем. Ин аллакай як дарси ахлоқӣ барои фарзанд мешавад ки як дарсе ки дар амал. Бале, як дарсе ки дар амал нишон дода шуд. Яъне ки хеле ки мо мегӯем рав ҳамон корро кун, ин дигар натиҷа медиҳад, ки вақте ки худамон ҳамон корро иҷро карда нишон додем, ин дигар натиҷа медиҳад, ки аллакай бубинед ки барои фарзанд як дарси ахлоқӣ беҳтарин мешавад. Ташаккури зиёд ба он нафароне ки шояд дар вақти ғазаб дағалгуфторӣ карданд, бадгуфторӣ карданд, вале баъдан аз ин кирдори худ пушаймон гаштанд, чун аз ӯ зиёне диданд. яъне сухани баъд гуфтан баъдтар зиёни онро эҳсос карданд. барои такрор наёфтани чунин ҳолат шояд ба волидон бошад, шояд ба калонсолон ва ё навҷавонон бошад, чӣ тавсия медиҳед? Якум бахшиш парсидан. узрхоҳӣ. Узрхоҳӣ, бале. бисёр маврид инсонҳо андеша доранд ки бахшишпурсӣ ин хислати инсонҳои заиф аст. Не, баръакс. бахшишпурсӣ хислати инсонҳои қатъӣ, тавоно ҳаст. ҳар кас ҳам хатогии худро дарк карда узрхоҳӣ карда наметавонад. барои ин ҷуръат лозим аст. барои ин қобилияти ақли зеҳнӣ лозим аст ки ӯ дарк кунад ки ман ба хатогӣ роҳ додам. ин ҳам кори осон нест. барои ҳамин якум узрхоҳӣ кардан, на барои он ки ман он шахсро ранҷондам, барои он ки ман амали нодуруст кардам. бисёр маврид мегӯянд ки барои худ озод шудан. бале, барои худ озод. чунки масалан ман шуморо ранҷондам, ҳар боре ки шуморо мебинам, маро ҳиссиёти нороҳатӣ фаро мегирад. гарчанде ки хатогӣ аз шумо гузаштаги буд, лекин мо аз якдигар ранҷидем ку. амон ҳиссиёти нороҳатӣ чӣ кор мекунад? маро ботинан мехӯрад. ба ман метавонам бемориҳои гуногун яъне ки гирифтор шавам. дар ҳамин натиҷа хеле хуб аст ки якум амали узрхоҳӣ кардан. дуюм, барои худ ҳамеша ҳар саҳари як гӯем ки рӯзномаи махсусе метавонанд ташкил кунанд, ҳар рӯз бинависанд ки кадом суханҳои хубро истифода бурданд. яъне ки баъд дар давоми 21 рӯз ҷанбаст мекунанд, аз якум рӯз то 21 рӯза мебинанд ки чӣ қадар зиёд шуд. якум рӯз 2 буд, 21 рӯз 10 шудааст. ин аллакай гӯем ки як ғолибият аст. ғолибият ба ғазаби худ, ғолибият ба гӯем ки бадгуфтории худ аст, ки ин ҳамчун як машқи гӯем ки психологиям гуфта метавонем. муаллимаи азиз, дар анҷом мехостам ба як саволе муроҷиат кунем ки дар умум ҷомеаи имрӯза барои ташаккули насли хушгуфтору хушрафтор чӣ тадбирҳоеро бояд роҳандозӣ намоянд? дар мо хеле тадбирҳои хеле зиёд роҳандозӣ шуда истодаанд. яке аз ин тадбирҳо ин манъ кардани истифодаи телефонҳои мобилию шабакаҳои иҷтимоӣ
تو نورسان سن 14 ساله که این لایحه قانون حال در حالت کارکرد یعنی که قرار دارد، ولی امیدوار هستیم که قبول می شود و نورسان ما از دنیای گویم که مجازی به دنیای ریالی برمیگردن و اون ارزش هایی که بزرگان ما یعنی که اجدادان ما به ما میراث گذاشتن اون را از خود میکنن و به اولادان دیگر یعنی که برای گذشتن کوشش میکنن. دیگرش کلانسالان نمونه عبرت خوب باشه. یگانه یعنی که توصیه من همین است، چون که در علم پسیخولوژی میگن فرزند را تربیت نکنید، خودتان را تربیت. بله. اگر همون خصلت بد در شما باشد او حتما در فرزندتان پیدا میشه. برای چی؟ چون که فرزند آینه عائله است، آینه والدان است. یعنی که اگر شما در فرزندان خود بدگفتاری را دیدید، دغلی را دیدید، تحلیل کنید، فکر کنید که خود چه خیلی است. بله از کجا پیدا شد. اگر از فرزند همسایه یاد گرفته باشد فهمانید با او که این عمل این سخن نادرسته او درک میکند، لیکن اگر از شما از خود کرده باشد بله پس خود را اصلاح کنید و بعدا فرزند. بعد کلانسالان در جایهای جمعیتی که امروز بازار و یا که گویم که در نقلیات و دیگر جایهای جمعیتی کلانسالان با آداب و معیارهای سخنگویی اگر رعایت کنند عمل کنند در کودکان و نورسان نیست همین گونه رفتار تشکل می‌یابد. سلامت باشید. فرصت به برنامه ما جدا گردیدن نیز به انجام رسیده است و بینندگان گرامی ما سوال و درخواست‌هایی که شما ارسال میکنید کوشش میکنیم که در برنامه‌های آینده به روانشناسان پیشنهاد نماییم و البته شما مصلحت‌های خوب رو میتوانید که پیدا کنید و آن را در عمل در زندگی خویش استفاده برید. برای یک صحبت بسیار هم صمیمی و شما اظهار سپاس می‌نماییم و بینندگان گرامی یادداشت می‌شویم که امروز ما در موضوع آداب سخن و تشکل خوشگفتاری در بین کودکان و نورسان صحبت داشتیم با آموزگار فاکولته پسیخولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی، روانشناس زرینه رستم. و بار دیگر خوش آمدید. تشکر. با شما خیر و خوش میکنیم بینندگان گرامی. همیشه سلامت و سربلند و سعادتمند باشید. خیر.